زن کی در کار است؟ در پیری در کار است. در جوانی در بالا خلوق گوره والا و بطر نخشه 20 ساله نامده ها زن داره ها و بیچاره زن شو دارم حالا اگه 20 سال بعد بیا چی نه چی که بعد انا حاضر راستی رفته اقل از زن تبرگوی ناموس میکنه و همسری خود تبر همون شهری روز خدا خواهد انشاءالله با شاکت میشوه لباس میشوه انشاءالله خدمتت میکنه نه چون که اونجا نه لبافنیک داری سیر میبرویه اون لبافنیکات خدا خواهد انشاءالله جزیر میشه بعد این سبب کتی نمیبری خاروزار اینا بشه در اینجا گپشیناو در اونجا گپشیناو تو چی در کار انشاءالله پیغمبر نازنین جهاتی پیغمبر 3 کیلومتر و 5 کیلومتر بود هر یک زنش قتیش بود مورش مورگو 7000 کیلومتر و 10,000 کیلومتر سفر نمیکرد نی بود انشاءالله خدا این باعث چی است از گناه دور شدن شما است هرگز بعد آرزوی زنی بیگانه نمیکنی خدا خواهد انشاءالله آرزوی زنا نمیکنی چون که زنا که کردی بلا زدت خدا خواهد انشاءالله بانکرات میشه پول تا گم میکنی راه تا گم میکنی ماشین تا میزنی چپا میشه اپراسیا میشه نشده ساده دیروز زنا معناش همین است بلا زدنت میگیره لیکن همسری خودت که دی خدا خواهد برشی بیچاره هم آرزو داره داخل من بعضی هاش جوانی سوخت بعضیش جوانیش هم ناو گرفته ای خدا خواهد یک ما یکنی ما هم یک بلا کرده حامله داشت هاشید همه حامله داشت میکنه که به همین میگریزه به رخ خدا خواهد 5 سال بود پتین یک بلا زده برمد خدا خواهد و اگر در 5 سال و 3 سال نبسته میگه پول جمع کنه میتونیم این با این زنا را جبار زد این بیوه بسیار کشید زنا گناه بسیار میشه بالا همه قشلاقان بسیار میشه همش باعث بیوه ها هستن باید بیوه شو میکنه بچه ها زده سادینش بیچاره اینجا شو میکنی اوریت داره آت خود زنت کتی در یک جاگه خواه میده شاکره اپیا که در اینجا واسه ایسا که خواه اوریت نمیکنی اینسا یا اچیا که بشه در این خونه حلقش تقص کرده بشینه حتی زن تقص شاکره این قدم انصافه همین انصافه همین باید داملا هم که حضور دارم فرزنداش که من هم صحبت شدم خدا هم بارش کند فرزنداش شدن ما از یک معما داملا خلاص شدیم گفتم چه معما برادر گفتن داین در خونه در تشویش بدیم شکر خدا 10-12 فرزند دارن همشو به یک تن من خاندار شو کنن میگه خاطر جمع داملا جان میگردیم گجاریم مادرمون است که خیلی مادرمون بازی دارد که ببینین یک معما خلاص میشه یک پرابلم یک شاو سرگیش گشنه موندن ای یک بدن غلطیدن ای هوش رفتن ای نبایسی جوگه خوبیش میلیون بای نیمه جان خدا رحمش بمیم که داملا باور میکنی گفت یک چای دم کردن در 5-6 بار میخیزم نون هم یارم که کارچه مونده کارچه هم یارم که پیاله حیات مین دوملا پیر شدی گفت سکلیراز میشه حالی بد میدانی بچم یا گاه میرم که کلنام خواب است علا مرده است مجبور خودم آبی دینی میشه زده پخ کرده علا میگم جام نیست میگفت باشد چی باشدم یک زن باید باشد همون موی سفیدا باید که روایت میکردن نگفتن جاگه خوابش در کار نگفتن اقلا خدمت هم میکنه کو میره چویا که تیار افقاتا که تیار خونیا که دروفتگی پیشکیاکات علا کردگی هنین ما آرزو میکنیم میگفتن همون بوی سفیدای عزیزی ما و شما خدا خواهد برمین پگه خدا خواهد در جنت هم بینین بیزن حیات نبوده است همونجا هم دخترها الله آماده ما و شما میکند خدا خواهد انشاءالله عزیزی من نماز برکه خاندانی من و شما است عزیزانی من خانه‌های ما و شما خواهی که برکت رایه امروز ما و شما برکت را میلیونر شیم گفته حرکت میکنیم تو می غیرت میکنیم که خونم در برکت را مال برکت یا برکت چی بوده است نماز بوده است که خودت بخون همه عائلت انشاءالله بخونه برای خوب دعوت چه خدا خواهد فهمون شو زن تا فهمون هم بیکارم شیشته یک 10 مینوت نماز میخونی بچه یکم 5 مینوت نماز میخونی دخترکم 5 مینوت نماز میخونی او باعثی نیست که تو در بالا جانماز تا مردن تا بشینی آخه یک 10-15 مینوت نماز نخواه همین هم دست بتی زنک جان و گبی خوب انشاءالله گبی شیرین زن انشاءالله جانم گوش با هر که میخرم میمرم از گو میکنه ما گروبیم و یا پرینسیپی باید ما میکنه یک گروه دروش میکنه همین کارش نکم چی کار میکنه میزنه می دیگه یعنی تا انچی اندازه برای ما شما باوری ندارد
برای انشاءالله خدا خواهد و یارم تعلیمات بدین خواهیم که در خانه ها انشاءالله خدا خواهد چیکار کند، یعنی انشاءالله یا که برکت عمر است. آدمای نمازخوان عمرش بسیار دراز میشه. من موسیقیدایی که نمازخوان بودن باور میکنین من اما که میلبای من 94 نرفتن، باور کنین. با نیمه جان 95 رفتن، ببین اما که نشانبه 97 رفتن. ببینین همین اونجا اشدی مسجد مخلصاش بدن که هر یک نماز پرپسکت نمیکنن. مثلا ببینین عمرهای دراز دیدن، عمرهای بابرکات دیدن. ببین اگر میگه خواهی که عمرت بابرکات باشه 5 وقت نماز بخون. نماز گهواره که چشمی کی است؟ محمد صلی الله علیه و سلم است. الصلاة قرة عینی گفتن پیامبر علیه السلام. شاعر میگه قابض درگاهی حی بی نیاز، هیچ طاعت نیست بهتر از نماز. این عبادت مایه قرب خداست، مونس شبهای تاری انبیاست. و تمام پیغمبرها شبها چیکار میکردن؟ عبادت میکردن. امروز مونس شبهای ما فوتباله، مونس شبهای ما تلفنه. تا ساعت 1 و 2 خط میشینی در همون تلفن، بعد نماز بامداد پرپسکت میکنی. همین روز یک بچه میگه که ساعت 10 11 میخیزم دوم لگان دعا گفتنی دعا همون تلفن بلاز لگیتا. آدمی مسلمان ساعت 10 11 میخیزم نوشم، چون که دو سه مرده در چشما سوخته گرفته تماشا میکنی. همون کانال میدرو این بدبخت تلفن همین خیزه که یک بار دور میدی یک مال میگی که 2 ساعت پرپسکت شده. انا بعد نماز بامداد پرپسکت، بعد دلت خجالت، خودت خجالت. و نماز میگه عبادت میگه مایه قرب خداست. یعنی و خدا نزدیک میشه. میگه نماز میخونی انشاءالله خدا خواهد پایبند. این عبادت چون ستون دینی توست، شرط ملت مذهب و آیینی توست. همین ستون دین همین نماز است. ملت گفته چه میگن؟ همین از حضرت با ابراهیم موندگی ملت همین عبادت ها است. نماز همین پیشین از با ابراهیم موندگی است. الحمدلله از 6 پیغمبر بالکل نماز برای ما شما امانت مون. از آدم بامداد، از پیشین حضرت ابراهیم، نماز عصر از یونس، نماز شام از یعنی عیسی، نماز خفتن از موسی، نماز ویتر از پیغمبر ما. سبحان الله. همین نماز الحمدلله چیکار کرد؟ خدا خواهد برای ما و شما خدا خواهد انشاءالله مون. ببینید همین خدا خواهد هر یک نماز درجه دارد، هر یک نماز علاهیده انشاءالله خدا خواهد عزیزان من مکافات دارد. نماز بامداد مکافات چه بین؟ بود بر تو نماز بامدادان که تا آسان بگردد کندنی جان. اگر خواهی که جان تخدا خواهد مثل یک پوف گفتگیاری بتی، نمازی بامداد تر نمیکنی. بینید قبول افتد تو را جمله عبادت، نمازی ظهری تو ای با سعادت. اگر خواهی که تمام عملایی که تو گیم که میکنی، خیر میکنی، احسان میکنی، خدایی میکنی، گیم که توی میکنی، نیکی میکنی، کم بغلان دو مسجدان خیر میکنی، همین قبول میشه. گوی نماز پیشین نخونی قبول میشه. بینید زی بحری پاک گشتن از گناهان، نماز عصر باشد ای مسلمان. نماز عصر که خوندی خدا خواهد خودی از مادر تولد میشه سفید. خدا خواهد یگان گناه نیست، گناهات تمام نماز عصر شوفته میپرده. ببینید این چی فضیلت، چی درجه است، چی مکافات از خدا خواهد انشاءالله. چون که ما شما به سهو نیستیم، به خطا نیستیم. از بامداد تو پیشین برکا باشد 10-15 گناه میکنیم نمیکنیم. بینید گذشتن از صراطت بر تو آسان، نماز شام را از بحری آن دان. اگر خواهی که پلی صراط در بالای دوزخ کشیده می شود، 3000 سال اینا راه است عزیزی من. 1000 سال بالا می رود، 1000 سال هموار می رود، 1000 سال نیشیب می رود. نیاد نبرار خواهی که همین یک چشم پوشیده گذشتن نمیخواد. بعضی هستن که مثل میگه رد و برق هم تا میزنه میپره و جنت میداره. خواهی میگه چی که نماز شام از دست نده انشاءالله خدا خواهد.
که از تاریکی گور در امان است، نمازی خفتن از بحر آن است. خواهی که خداخواد از تاریکی گور در امان بمونی، نمازی خفتن خداخواد از دست نده انشاءالله. خداخواد کجایی باشی خداخواد، چی در سفر هستی خداخواد انشاءالله نماز از دست ندی. همون کجایی که کارخونه رفتی نماز خداخواد بخونی انشاءالله. خداخواد نماز از دست ندی. کسی که نماز از دست میدهد غافل میشود. ببینید خداوند در سوره زخرف آیت 36 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعش عن ذکر الرحمن نقبض له شیطانا و هو له قرین. صدق الله العظیم. هر کسی میگه از یاد خدا رو گردونه، عبادت نکنه، سبحان الله نگه، یاد الله نکنه، الله اکبر نگه، تکبیر نگه، 5 وقت نمازاش نخونه، میگه بابا میگه شیطان ما شما نزدیک میکنیم که او شیطان به همراهی وی میشود. وقتی که شیطان به همراهی تو که شد البته تو از وی حق میبراند. زینهار از قرینی به زینهار ربنا وقنا عذاب النار. میگه رفیقی بعد زینهار دور شو که میگه که تو را میگه البته انشاءالله خدا خود چیکار میکند انشاءالله به دوزخ میبرد. یاری بد بدتر بود از ماری بد، بذاتی پاک الله الصمد. یاری بد آرد تو را سوی جهیم، یاری نیکی گیر تا که یابی نعیم. این جورای میگه الاخر و جورای زناگر و جورای تا دوزخ میبرن. برای من که همشینم ترات زک او چیزی نمیگه مسجده می همشین است که نوباب شد البته خدا خواهد انشاءالله تو را به همون کار بود. دوست باشد دوست یادت میتید. زن اقبال باشد سکه میگه قلار شده بیا که اقل تمجه کوچه نبی میگه همجه میدرو سکه میده تو سکه بالا دیول میبرو سکه اکبر منم بینم دو بار بینم منم دو تنبل آزاده درست بدگی تو هم از این آگه الاخر باشد مردکی میگه مردکی می در سر تاکی دوتا موشی می همین عرق مردک بخره موشک بخره عرق تو زنکی فلانی میگه دیده که همین نه خدا شناختی نرگه گب میبرداریش به همین بلا زد عرق شده برفت. برای همین خدا خواهد دوستنم گب کلونه، برای همین جورندم گب کلونه خدا خواهد انشاءالله. من برای یاد خدا برای شما یک حکایه میارم، بلکه شما اینو در اینترنت شنیدین. من این از اینترنت از یک عالم صحبت گرفتم. معنای خدا خواهد انشاءالله استغفاری که میگه زمین و آسمان بلرزه میارد. حکایه خدا خواهد انشاءالله صلاحش هم خیلی است. یک دکتر میشد است، بسیار دکتری مشهور برادر اهل اسلام، بسیار مشهور که هر روز در تمام سفر امریکا، فرانسه، گرمانیا و هاکذا تمام دنیا در سفر. ببینید میگه یک روز میگه سفر میبرد، میگه در سمالیات سوار میشود، میگم که 4 ساعتی نه راه باشد 2 ساعت راه گشتن بعد میگه چونان به امر الله سبحانه و تعالی میگه زمین و آسمان میگه یعنی رعد و برق باران چنان سخت میشه که مجبور میشه سمالیات گیم که در فرغانه شینه علاج نیست. من که اصطلاح امروزش میگم مجبور میگه فرغانه ده میشینه، میگه این آدم تاشکر رفتنش در کار میفرد، میگه که تا تاشکر چند قدر دیگر است یا گیم که تا گیم که میگه همون منزلی میرته که 2 ساعت دیگر عبد است. گفت از تا این سمالیات حالی 4 ساعت پرواز نمیکرد. گفتیم نباشم با ماشین میرم، ماشین در سوار میشد نگه که پریولی گیم که همین تاشکند رفته ساده که یک بار رد و برق و شمال و بارون سخت میشه که ماشین هم حرکت میمونه است. ماشین هم حرکت میمونه. نگه بعد میگه یک خونه کلبه ویرانه همونجا میدراید طبیب میدراید که یک کمپیرک رو به طرف قبله دعا دارد استغفار گفته است استغفر الله. میدراید سلام میتید گوشه خانه میبیند که یک بچه خواب است بیمار. بعد میگه ما در چیکار کرده ساده ای؟ میگه این کی است؟ میگه همین فرزنده که من است. من همین فرزند تمام اطراف همین گیم که تاشکن و اندیجان و هم بجا بردمش گفتن که نمیشه، فقط یک دختری زور است که وای یک روز هم به حرکت نیست. همالی در مسکو است، گرمانی است، هندوستان است، همون دختر اگر بیند بلکه تبابت نشود. این خدا را بینید قدرت چه
حالا ضعیف میاد که من هیچ پول نداشتم، ماشین هیچی نداشتم که چیکار کردم؟ او دختر دسترس کنم و استغفار گفتم. چنان استغفار گفتن که میگه که حالا دختر گریه میکند، میگه که چنان استغفار داره که نه در آسمان قرار است. من از سمالیات فرمودم، حتی با ماشین حرکت کردم، ماشین را گم کرد از گردش شمال و باران و رعد و برق. من همون طبیب هستم. تو این از کجا یاد گرفتی؟ عالما میگن که هر مصیبتی که بالات بیاد استغفار گو، الله انشاءالله خدا خد یعنی حاجت هم میبرارد. همین گفتی عالما کردم، بس که تمام دنیا امروز به سر جون است. گفتم میگه بچهش تبابت کرد، من یک درجه استغفار. استغفر الله. بزرگان گفتن چی مشکل داری؟ در زندان هست امروز بچت، نبرد در زندان هست، تلفنش کو گفت نبرم، در یک روز 2000 استغفار گفت خدا خواهد خلاص میشه. قرضداری میگه در قرض غوطیده رفتگی هستی، فقط استغفار گفت. ببینید به فرزند هستی، فقط استغفار گفت. یکی اینا خدا گفته است. شما میتونید با سوره نوح آیت 10، 11، 12 مراجعت کنید. همین معنی همین. خدا چی؟ وقتی که حضرت نوح قومش دعوت کرد گوش نکردن، حتی گفتن که شما استغفار کنید، استعیذ بالله، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. اگر گفت شما از خدای تعالی مغفرت طلب کنید، خدا بسیار مغفرت طلب یعنی مغفرت کننده است، گناهات مغفرت میکند، عمل کنه، نکردن. در دوام آیه خدا چی گفت؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تا که بر شما از آسمان باران ریزون بتیه خداوند. اگر یک قشلاق نخدا خواهد خشکی بیاید، همه قوم و جمعش گم که شیار اگر استغفار طلب کند، الله بارونی خوب میداده است. میدین در دوام آیه خدا چی میگه؟ و یمددکم بالاموال، به سبب استغفار ما مالهای شما را زیاده میکنیم. والبنین، کسی که بچه نداشته خدا خواهد زن تا بگو، یکی با نماز گو، به نماز آره نشه قبول نمیشه. راست بچت نیست می خدا خواهد، حتی مگه 5 وقت نماز خون شو، خدمت کی را کن، الله کن. من خدم خودم، کسی که خدمت کنه البته الله خدمتش میکنه خدا خواهد انشاءالله. خیلی ساعتی یک و دو خیلی زن تا گو پدیوم دوای سوای درکتی نماز میخونیم تا بام دادن، هر دو میلیون استغفار میگیم و از خداوند طلبیم و میتیت خدا خواهد انشاءالله. من برای شما حکایه میارم دوره های حضرت موسی علیه السلام. موسی کلیم اللهش میگن، بعد خدا سخن میکرد. عزیزان من، می موسی بینین در راه رفته، سادات میگه، یک زن گفت میگه یا موسی از می خداوند بپرس آیا در تقدیرات من فرزند است؟ وقتی که رفت میگه با خدا صحبت کرد، خدا گفت من باید در تقدیرات فرزند ندادم. ما بین چند سال گذشت، میگه یک روز دید که 2 فرزند در 2 دمگش رفته ساده است. حیران شد، گفت که این در تقدیرات فرزند نیست. گفت این گفت فرزند داشته است. وقتی که برفت به خدا بی واسطه به جبرائیل صحبت میکرد، حضرت موسی کلیم اللهش میگن، خدا گفت که این بندم ناامید نشید، شب و روز گریه کرد، عبادت کرد، از من التجا کرد، من فرزند دادمش خدا خواهد انشاءالله. اگر ما و شما هم خدا خواهد انشاءالله مثل این خدا خواهد انشاءالله انسان. ببینید دعای همین هم مادر است. من دعای مادر خدا خواهد زمین لرزون، زمان لرزوند، حتی سمالیات از گردشش موند، ماشین از گردشش موند، تا که فرزندکش یک یابد شفا یابد. خدا هست این خدا خواهد. الله نه خدمت کن، خدمتت میکنه خدا خواهد انشاءالله. هرگز خارت نمیکنه، هرگز انشاءالله خدا خواهد زارت نمیکنه خدا خواهد انشاءالله. و یجعل لکم الجنات، اگر باغت میوه نمیگفتگی باشد، زن و بچه کشته برو، خدا خواهد اولی بار استغفار کنه خدا خواهد انشاءالله. زیری همون درختا استغفار که استغفر الله گو، خداوند خدا خواهد انشاءالله ما را مغفرت کن، بلکه از شومی گناه ما اینا برداشت است. از شومی گناه ما بدبختا خدا خواهد میوه برداشته می شود. از شومی ما گناه ما و شما خدا خواهد این آفت و این بلاها بالای ما و شما آمدن میگیرد. عزیزان من، نزیاد نبراریم خدا خواهد. من دفعه دیگر
حضرت خداخواد موسی را چندین بلاهایی که بالای قومش از سبب بی عبادتی و بی خدایی اومد، خدا اگر فرصت کرد با شما عزیزان همسون بد میشیم انشاءالله خداخواد. برای همین همیشه خداخواد چیکار کنیم؟ خواهیم که خداخواد از عذاب خدا خلاص شیم، از عذاب قبر خلاص شیم، با توبه باشیم، با استغفار باشیم، کارهای خوب کنیم انشاءالله. حتی مصیبتی که بالای ما و شما می آید عزیزان من کفارت گناه های ما و شما میشده است. ابو هریره ابو سعید خدری این حدیث روایت میکند، امام احمد آوردگی حدیث است. آدمای گناهگار میگه مؤمنا را یگان کسلی بر بدنش بیاید، یا یگان کلفت بیاید، یگان تشویش بیاید، یگان غم بیاید عزیزان من، خدای تعالی خطاگی های همین بندن چی میشید است؟ کفارت میشید است. الحمدلله کفارت میشود. خدا خواهد انشاءالله باش مانده. بینین برای این خدا خواهد انشاءالله لا اله الا الله بسیار گیم، سبحان الله بسیار گیم، لا حول ولا قوت الا بالله. کارت پیش نمیرامی از لا حول ولا قوت نمون، از کلمه توحید نمون، از انشاءالله آیت الکرسی نمون. کسی که آیت الکرسی خونده میگردد امروز جینای بدبخت برمده است که همه جین زده آزی. والله میدونم جینا چیکار کردن نمیدونم، تمام وجودی مردم تو همه جین زده، مولا هم جین زده، حامی هم جین زده، نمیدونم این چیش دست است همه جین. ابو هریره گفتگی از قصهش دراز است، قصه میگم. ابو هریره را گفت که وقتی که ابو هریره مدینه را اومده خرما ریختن، وقت دیوال نداشت مدینه، بعد گفتن پیامبر اسلام همین ابو هریره گفتن تو همین پاسبانی کن، یگان دزا ندزنش، چون که اول اسلام به درجه بالا رسیدگی نبود. وقتی که ابو هریره میگه همین ساعت ها یک و دو شب نمازای تهجد میخوند، میگه یک تا آمد میگه خلطچه در دستش، همین خود میگه خلطچه پر کرد رفته پیش کلش قپیدم. گفتم میگه تو کی هستی؟ من یک آدمی کسلمندم، فرزندام بسیار گشنه، خواست زاری کرد، میگه سرش دادم. پگه نماز بامداد نرسا پرسید که دزه چیکار کردی؟ گفتم میگه بسیار زاره کرد، با امشب هم میآید پایستادی. با همین میگه شب ساعتی هم یک بود، با اومد میگه قپیدمش، باز زاره التجا کرد، میگه سرش دادم، با سر اومدم رسا، میگه این شب دزه چیکار کردی؟ بسیار گریه کرد، بچه کرد این شب هم با میآید. گفت میگه سیم شب اومد میگه محکم قبل پیشی کلش دستاش ببین، میگه مثل دستای سگه شیطان. میگه که تمام این سیم مرتشی دو بار بخشیدم، اگه در همین ستومی مسیح میبندم پگر اصلا اومده جزا تمیته. گفت که من بی یک ویل میگم اگر من رها کنی یک کلمه یادت میتیم، اگر همین خونده گردیم ما دیگه به تو کار نداریم. گفت بگو. گفت که همین آیت الکرسی دائم خونده گرد ما جین ها باشیم. بگو بچه تمی زن تکی یادش تخلاق کرد انشاءالله. سعی سعی خوندن گیره خدا خواهد جینم گریخته میره، از جینم شیطونم بلام بدتر همش گم میشه خدا خواهد انشاءالله. ببینید وقتی که رسول الله گفتن اون دو زبا چیکار کردی؟ گفتن بسیار زاره کردن که یک کلمه یادم داد. چی؟ همین آیت الکرسی بخون با ما تو کار نداریم، همین درست گفته است. کسی که آیت الکرسی نتانی خدا خواهد ما میخونیم نیستگی در ویت انشاءالله خدا خواهد نویسگیر و انشاءالله خدا خواهد دایم، حتی من 5 وقت نماز هر روز میخونیم که انشاءالله خدا خواهد یاد گیرین. این آیت بزرگترین سوره بقره، این آیت بزرگش است آیت الکرسی است. الحمدلله اینا خونده گردن، نه جین میرسد نه عجینه نه بلا بدتر هیچی خدا خواهد. و بعد نه ساعت یک شام ابراهیمی دی شام ابراهیمی رفتن میگیری زده خدا خواهد شب پس کرد انشاءالله. همچنین خدا خواهد معنی دارد. برامین عزیزان من دایم به یاد خدا باشین، به ذکر خدا باشین. یک چند مثله های شعری است درباره قبر برای شما هشدار میکنیم که باید که انشاءالله خدا خواهد تیار باشین. قبر نه البته سوال جواب میشود عزیزان من. قبر یک خانه است، باغ است از باغ‌های جنت پیغمبر، یا که از یکی چقریای دوزخ میشود. این به عمل ما شما وابسته است. شاعر میگه ای آدمی اندیشه کن در قبر پرسن از عمل، کاری نیکو پیشه کن در قبر پرسن از عمل.
دنیاست این دارالامان، اسیان کن به طاعت بدل، در وی مکن یک دم اجل، در قبر پرسن از عمل. مردم از غفلت خفتند، ذکر به دیلشان نگفتند، غفلت به دل بخفتند، در قبر پرسن در عمل. گورستان ها خانه باشد یک ویرانه، نه خویش و نه بیگانه، در قبر پرسن از عمل. نه جورت اینجا، نه عتت، نه پته، هیچ کس نه زنت نه بچت میداره، یا تو خود تنها خامنه خوابی در آن سالها، در وی بروید خارها، حسرت بری بسیارها، در قبر پرسن از عمل. باشد گذری مردمان، سازن لغت در هر زمان، کی بخوابی یک دم امان، در قبر پرسن از عمل. هر روز بالات میبرن لغت زنکت میکنن، هر روز میجکنت خدا خواهد، چی ماشینا بالات میبراین، همچنان قبر است انشاءالله خدا خواهد. خب هستن تو را فرزند و زن، در راهی خیر راه زن، از مکر ایشان دم مزن، در قبر پرسن از عمل. گم خیر احسان میکنم بدی مردنم در قبر رسم میگه زنین میگه چیکار میکنی؟ حال توالت تک چیکار میکنی؟ اول ماشین خرڅ باشه. خیر احسان همش سیم درجه میسته. این خیر احسان میرسدگی انمون چیه هست؟ این مسجد نه کسی که یک سونگاه داشتی انوای میرسه گورتنده. هر دور میگم جز ما تاخین دو میکنیم آباد کننده مسجدها در رحمت کن. گوری خدا خواهد بای میلمون بای رحمان چندین موسیقیدار که همجا آباد کردن انشاءالله قبرش امروز چراغ خدا خواهد انشاءالله. گر عاقلی اندیشه کن، خیر و سخاوت پیشه کن، هر دم تو طاعت پیشه کن، در قبر پرسن از عمل. آنها که رفتن از جهان، گشتن جدا از خانمان، نه نام ماند و نه نشان، در قبر پرسن از عمل. من شما امرم دروز بعد ایاد میبره حوره نشه، هیچ کس را ایاد نبکنه. همه بچه تا امروز خوشش در همه پول و مال و تلفن های 3 روز بعد خدا خواهد ایاد نبره، زن شو میکنه میره. هر کس به جان خودت چی کردی در دنیا خوبی همان نفع جانت میشه. خلاص خدا خواهد انشاءالله نیاد نبره. از خدا بود از در زندگیت کرده که خدا خواهد انشاءالله. آره نشه بچت هیچی نمیکنه، بچت با هم پول میزنن میخرن. یک موسفید مرد بیچاره پولش دگیجا به خونه شد هم تیپ کپا افتید. آها پول گجا کرد شد، پول کفت از یادم ای بیچاره مرد برفت. نگفتنش که یک گجا شدی پدر دروغ همش وای وای میگم یک دمک لاغت 2 ساعت اگه با گورت مونه میگم جو گور سخت شد بدبخت بچی با یک دم نه جورات گفت میکنن و رکلام این همین دنیا. همین انسان همین خلاص انسان از کلمه نسیان فراموش خاطر است. خدا نگهدارت همیشه فرزندای خوب صالح باشد، شب و روز در حق خدا خود دعا کنه. الا نمیشه در حضوری گفتگو چون افتاده ای در جستجو، شبها مخوست الله گو، در قبر پرسن از عمل. شب خیستی تلفن نقبو سبحان الله گو الحمدلله الله اکبر بخدا در دست نوس نقب نوسه چگلره نوسی وقتی کشید نوسه و بدبوی فلوسه در نوسه میکا یک الله گو سبحان الله یک بد زبانی تازه خدا خواهد یک الله بیاد بیار. عزیزی من انشاءالله خدا خواهد وقتم شده است. انشاءالله یک برادر انشاءالله سوال کردن السلام علیکم دوملوی شیرین سخن. التجا میکردم که مادرم بیمار هستند دعا میکردید و تمامی هستی من است انشاءالله. تشکری زیاد. محمد اسماعیل یکی مخلی اشدی شما. البته این برادر دائم در مسجد ما خدا خواهد نماز میخوانند. الله سبحانه و تعالی مادرشونه خدا خواهد همون از تحت دلگیر خداوند از خزائن غیبی خودش شفای کامل تیاد و مادر آرزوی فرزنداشون دیده و خدا خواهد خدا اگر نصیب شو کند سالهای آینده به حج بردن الله اله مناسب بگرداند. الله اکبر. یک چند برادر و خیر احسان کردگی هستند الحمدلله. مسجد ما روز از روز خدا خواهد رنگ دیگر میگیرد. بعد این نماز جمعه استا همینجا هستن علی بالر کرد من. خب بعدی خدا خواهد نماز جمعه انو لیسنس را آوردن در کار چون که بسیاری یوشو ترسیده سودیان. یک آدمی خدا خواهد دلش بقوتی تا میگن که دختر خدا خواهد اینجا یک 10 تا 15 تا بچه عبید کنه خدا خواهد انشاءالله. ساعتای 4 بیایه
مسجد میکشیم خدا خواهد در این شکل ان شاء الله. من استان در رحمت خدا اون بارش کند خدا خواهد عمرای دراز شدیا شیدا اومد اکن بیرون دولون خدا خواهد میکنن همون لحظه صاف را آدم در که یوردن کنی یک تا خدا خواهد التماس ان شاء الله خدا خواهد مالش عبید کنی یک دم گیره 5 بیم میشم 1 ساعت اگر خدا خواهد کار کنیم همون لحظه صاف را ریم استو بیرون در بوستانوفکا کردن کوراش نه خدا خواهد دوام میتین همیشه سر بلند باشه خدا خواهد رانگی برادر جسور جون خدا خواهد ان شاء الله برای سلامتی پدر و مادر شو خدا خواهد ان شاء الله گلمی بالا را خدا خواهد میکردگی شدن امروز یک روز خدا خواهد متخصص می آیند ان شاء الله خدا خواهد یعنی خداش حساب کتاب کرده خداش رفته آورده انداختگی میدوری شرط نامه شده شده از گلمی پوینم یک چند برادر رو خدا خواهد دید تلفن کردن الله مبارک کنه خدا خواهد اگر ویارم پول جدا کنن البته جمعه دیگر اعلام میکنیم این برادرها را ان شاء الله خدا خواهد گلمو بلکه قریب شده اومد خدا خواهد ان شاء الله الله همه این برادرها خیر احسانگی شما هم باشه در دعا هستی خلقی عزیز خدا خواهد هر روز من امروزم قریب 30 تا بچه خدا خواهد خدمت دارد اینم البته از پولم زائیت است خدا خواهد ان شاء الله چونکی اهلی و شیار زمین از این مسجد سرچشمش خدا خواهد تا آخر هممون کمر همت بسته همین خانه آباد میکنیم دیگه خدا خواهد چی داریم مقصد داریم البته الله میرسونه خدا خواهد ان شاء الله خدا داریم چی غم داریم ان شاء الله خدا خواهد شیدا اومده ساده بم میشوه خدا خواهد روزای نزدیک البته خدا خواهد در مسجدی نو عبادت کردن الله هممون را چیکار کند مناسب بیند هممون خیر احسانمون الله به درگاهش قبول کند و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.